اتفاقی در زمان پیامبر میفته اینه که پیامبر شدیداً به دنبال این است که مبنا رو از روی جاهلیت و حمیت عربی بردارد، یک چیز جدید جایگزین کند که اون اراده الهی است. همه چی لله، به خاطر خدا ببخش، به خاطر خدا دوست بدار، به خاطر خدا دشمن، مبنا بیاد خدا بشه. تمام سعی پیامبر این اصله. حالا اون گوشه یکی نمیدونم نماز می‌خونه انگوشش اینوریه که جزء اپسیلون در مقابل اون اتفاق. برای همین امیرم وقتی میاد می‌بینه دارن نماز تراویح میخونن تذکر میده، اما وقتی با اسلام و با عمرا با سنت‌ها میکنن حضرت کوتاه میاد، اما سر اون جایی که مبانی داره سقوط میکنه مطلقاً کوتاه نمیاد. اشعث بن قیس از آذربایجان برمی‌داره میره دم دست، جز فرماندهان سپاه امیرالمومنین میشه. حتی سعی کرد عوضش کنه، برش داشت داد یمنی‌ها در اومدن گفتن آقا خراب میشه، سپاه از هم میپاشه. اشعثی که کم آدمی نیست تو رذالت، حضرت بالای منبر میفرماد منافق ابن کافر، منافق پسر کافر. و این منافق پسر کافر بچه گذاشتیش اینجا که از چاره نبود. بعضی تو جامعه اسلامی مواردی پیش میاد شما اصلا باید یه نفر تن بدید، نماینده بخشی از جامعه است. اصلا آدم باید بیاد توی کار قرار بگیره و مردم اثبات بشه. همین لیبرالا نشسته بودن و بغل همش گفتن ما شاخ غول میشکنیم، گفتیم 8 سال بفرمایید 20 دقیقه هم برجام براتون تصمیم می‌گیریم، دیگه چی می‌خواید برو بریم چیکار کنید. شاخ غول نخواستیم، 2 تا شاخ بچه غول بشکن فعلا برام. یه جوری در مورد امیرالمومنین میگن که امیرالمومنین سیاستمداری نکرده، سیاست ورزی نکرده. بعد اینا مثلا فکر می‌کنن مغیره و ابن عباس میفهمن که امیرالمومنین بهتر معاویه رو بر نداره، بعدن که خزیر و ولایت امیرالمومنین و خلافت امیرالمومنین بعد یه سال عوضش بکنه. مغیره پیشنهادش این بود در مورد معاویه، مشورتی که داد امیرالمومنین بود. بعد امیرالمومنین استغفرالله کلش داغ، به حکومت رسیده، داره انقلابی عمل می‌کنه، این چیزا رو مثلا زبون اولاد متوجه نیست. نه مبنا داره اسلام میزن. از چاره نبود. بعضی تو جامعه اسلامی مواردی پیش میاد شما اصلا باید برم تن بدید. کسی که کم آدمی نیست، رذالت، نماینده بخشی از